سلام دوستان، امروز میخواییم با آموزش نرم افزار های واچ پرو که نرم افزار مخصوص ساعت‌های هوشمند T800، T900، T800 اولترا 2، T900 اولترا 2، T10 و تمامی ساعت‌هایی که از برنامه های واچ پرو پشتیبانی میکنند. برای اینکه بدونید ساعت شما از کدوم برنامه پشتیبانی میکنه، آرم لگو ساعت که معمولا در بالا سمت راست، بالا سمت چپ یا یک بارکد QR که در پشت جعبه ساعت یا داخل برنامه به شکل یک بارکد QR نمایش داده میشه که با اسکن اون میتونید نوع برنامه مخصوص ساعت خودتون رو متوجه بشین. خب قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهایی که برای شما میذاریم برای آپدیت ساعت‌های هوشمند و همچنین نحوه ترفندهای اتصال ساعت هوشمندهای جدید و همچنین نکاتی که برای مشکلاتی اهم از وصل نشدن ساعت و یا اینکه راهنمایی‌هایی که از ما میخواین رو با کمال میل در کامنت ها بهتون پاسخ میدم. خب فروشگاه ما فروشگاه ایران نوین تکنولوژی یکی از فروشگاه های قدیمی تو زمینه ساعت های هوشمنده که چندین ساله داره تو زمینه ساعت های هوشمند و هندزفری های بلوتوثی فعالیت میکنه. چون ما خودمون وارد کننده این محصولات هستیم، قیمت ما کف قیمت کل ایرانه و هیچکی نمیتونه تو این زمینه قیمت با ما رقابت کنن و همچنین محصولات با بالاترین کیفیت و گارانتی به شما عزیزان تقدیم میشه. به همین منظور شما میتونید با آیدی ایران نوین استور در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و همچنین شماره تماسی که براتون در همین پایین قرار میدم با فروشگاه ما در ارتباط باشید. شماره تماس ما 0937 016 38 29 هستش. خب بریم سراغ آموزش نرم افزار. نرم افزار های واچ پرو در بسیاری از اپ استورها همچنین گوگل پلی و بازار و مایکت موجوده. شما با مراجعه به گوگل پلی و همچنین بازار و سرچ در مورد نوع برنامه‌ای که میخواین که ما اینجا اسمش رو نوشتیم های واچ پرو که من الان بازگشت رو میزنم، این بالا میتونید سرچ کنید های واچ پرو رو که سرچ میکنید این برنامه‌ای که به صورت آیکون بنفش هستش رو براتون میاره. این نرم افزار رو خیلی از ساعت‌های هوشمند جدید می‌بینیم که نرم افزار خوبیه، به راحتی وصل میشه به گوشی، هیچ مشکلی نداشته تا به الان. معمولا ساعت T800 و T900 و سریایی که از این برنامه پشتیبانی میکنن امکان مکالمه با خود ساعت وجود داره، پیام شبکه‌های اجتماعی هم براتون میاد. اما بعضی از دوستان که مشکل داشتن در کانکت کردن به تمامی سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. خب ما اینجا نرم افزار رو نصب کردیم. نرم افزار در گوشی های اندروید در فروشگاه پلی و در گوشی های آیفون در اپ استور موجود هستش و شما میتونید به راحتی اونو بدون هیچ مبلغی دانلود و نصب کنید. خب ما اینجا نرم افزار رو نصب کردیم، نرم افزار رو باز میکنیم. از ما یه توافق کاربر میخواد که شرایط برنامه رو بپذیریم که ما اینجا رو گزینه موافق کلیک میکنیم. اینجا خیلی مهمه که ما بتونیم دقیقاً تمامی مراحل رو به درستی اجرا کنیم وگرنه ساعت به برنامه و گوشی ما وصل نخواهد شد. شما ساعتتون رو باید کاملا 3 ساعت بزنید به شارژ، کاملا شارژ داشته باشه و صفحه ساعت روشن باشه و نیاز به هیچ اقدام دیگه از طرف شما نیست. خب اینجا پایین چند قسمت میبینیم که یکیش صفحه اول برپایی ورزش ها و مال خودم هستش. رو قسمت برپایی که میزنیم یه دونه جمله میاد که دستگاه رو متصل کنید تا عملکردهای بیشتری رو تجربه کنید. دقیقا روی این جمله ما کلیک میکنیم. توجه داشته باشین که رو گوشی‌هایی که از زبان انگلیسی استفاده میکنن همین جمله هستش که به صورت bind device to experience more نمایش داده میشه. ما با کلیک روی این جمله به قسمتی میریم که از ما میخواد مکان گوشی خودمون یا جی پی اس گوشیمون رو اجازه دسترسی بهش بدیم. ما اجازه رو بهش میدیم که اینجا منو به مکان گوشی هدایت میکنه. ما روشن میکنیم جی پی اس گوشی رو، دوباره روی جمله کلیک میکنیم. خب اینجا دستگاه هایی که در اطراف گوشی شما موجود باشه و روشن باشه رو به صورت یک لیست برای شما میاره
که الان خود برنامه در حال اسکن کردن برنامه هستش. اما میبینید که گفته هیچ دستگاهی نیومد. نکته‌ای که وجود داره و خیلی از دوستان تو همین مرحله و بنده از قصد رعایت نکردم همینه که این برنامه برای اتصال به ساعت هوشمند شما به بلوتوث شما نیاز داره. پس در نتیجه ما باید بلوتوث دستگاه گوشی خودمون رو روشن کنیم. خب در اینجا من بلوتوث گوشی خودم رو روشن میکنم. کافیه فقط روش یک کلیک کنید بلوتوث دستگاه روشن بشه. خب دوباره برمیگردیم، دوباره روی جمله ای که هستش کلیک میکنیم و اینجا میبینید لیست ساعت هایی که در اطراف شما موجود باشه پس از روشن کردن بلوتوث میاد. و پس نکته‌ای که وجود داره و خیلی از دوستان رعایت نمی‌کنن همینه که باید بلوتوث موبایلتون حتما روشن باشه. خب ما اینجا ساعت رو که ساعت Z99 پرو مکس هستش از سری ساعت‌های برند های واچ پرو هستش رو داریم. اسم دستگاه حالا T800 T900 هر مدلی باشه برای شما به نمایش در میاد. خب ما روش میزنیم، یک کلیک میکنیم. اینجا چندین ثانیه زمان میبره تا اتصالات بلوتوثی، زمان مچبند و تنظیم اطلاعات شخصیتون بر روی ساعت اعمال بشه که شما با وصل کردن این ساعت تمامی اطلاعاتتون از جمله تاریخ ساعت و همچنین ساعت براتون به صورت خودکار نمایش داده میشه. خب الان دستگاه وصل شده و شما میتونید از ساعت و گوشیتون به طور همزمان استفاده کنید. اگر ساعتتون رو اینجا نمایش نداشت شما با پایین کشیدن صفحه نمایش یک رفرش میتونید کنید. بعد از اینکه چندین ثانیه شما صبر میکنید اینجا از شما میخواد که بلوتوث شما رو به ساعت برای مکالمه نیز وصل کنه. یعنی شما دو نوع اتصال بلوتوثی دارین، یک اتصال بلوتوثی که برای اتصال ساعت هوشمندتون به گوشی هوشمند شماست و یک اتصال که برای مکالمه ساعت هوشمند از طریق گوشی هستش که وقتی چندین ثانیه ما صبر میکنیم از ما بلوتوث رو میخواد که وصل شیم. چنانچه اگه وصل نشیم باید به صورت جداگونه در بلوتوث بریم و اینجا پایین اولین دستگاهی که براتون پیدا میکنه همون مدل ساعت Z99 پرو مکس روش کانکت میکنیم. دستگاه اجازه وصل شدن بهش میدیم و اینجا بلوتوث دستگاه برای مکالمه نیز وصل میشه. خب اینجا گزینه‌های مختلفی رو داریم که شامل ساعت زنگدار من، یادآوری بی تحرک و مچ دست خود را بالا بیاورید. خب حالا هر کدوم از این گزینه‌هایی که اینجا هست رو بررسی میکنیم. مچ دست خود را بالا بیاورید تا صفحه روشن شود. این برای اینه که سنسور دست ساعت فعال باشه. شما با این سنسور میتونید ساعتتون رو هر موقع که بالا میارین روشن بشه که ما روش کلیک میکنیم. اینجا از ما میخواد که فعالش کنیم، ما فعال میکنیم. با فعال کردن این گزینه ساعت خودتون رو وقتی بالا میارین صفحه ساعت روشن میشه به صورت اتوماتیک که این یک قابلیت خیلی جذابه. دستبند رو پیدا کنید، میتونید ساعتتون هر جای خونه باشه یه موقع گمش کنید پیداش کنید. و عرض به حضور شما عکس گرفتن از راه دور برای مونوپاد ساعت هستش که شما اجازه رو که بهش بدین ساعت شما مثل یک مونوپاد عمل میکنه و میتونه به صورت مونوپاد ازتون عکس بگیره. نکته بعدی که هستش برای فشار برنامه که ترجمه ناقص از همون اعلان‌های برنامه هستش. برای تمامی اعلان‌هایی که از طریق گوشی میخواین روی ساعت داشته باشین شامل تماس‌ها، اس‌ام‌اس‌ها، اینستاگرام، واتساپ، پیام شبکه‌های اجتماعیتون که با فعال کردن این گزینه‌ها میتونید تمامی اعلان‌های خودتون از جمله پیام دوستانتون، پیام‌های اس‌ام‌استون رو روی ساعت به صورت فونت فارسی داشته باشین و پیام هایی که انگلیسی برای شما میاد هم بدون هیچ جا افتادگی به صورت زبان انگلیسی بر روی ساعت دریافت میکنید. خب برمیگردیم به منوی اصلی
شامل امکانات دیگه ای از برنامه هستش که این امکانات در اینجا به صورت تنظیمات چهره ساعت، تماس‌های مکرر و سایر امکاناتی هستش که این امکانات رو شما میتونید از طریق برنامه ساعت بر روی ساعت خودتون داشته باشین. تماس‌های مکرر که همون مخاطبین شماست که اینجا با زدن روی دکمه به اضافه میتونید مخاطبین خودتون رو به ساعت بدین و از طریق ساعت با مخاطبینتون تماس برقرار کنید و همچنین تنظیمات چهره ساعت برای عکس هایی که به عنوان پس زمینه ساعت شما میخواین قرار بدین که هر کدوم از این عکس ها به صورت فایل قابل نصب بر روی ساعت شما قرار میگیره که کلی تصاویر مختلف برای تم های ساعت هستش که با کلیک روشون میتونید اون تم رو دانلود و بر روی ساعتتون نصب کنید. خیلی خوشحالم که تا اینجای کار با ما بودین. این نحوه آموزش ساعت و اتصال ساعت بود. با زدن دکمه دستگاه را خارج کنید اتصال دستگاهتون قطع خواهد شد و همچنین شما میتونید از طریق بلوتوث ساعت همچنان به ساعت برای مکالمه وصل باشید و این اتصالی که از طریق برنامه قطع میشه صرفا برای اعلان ها و همچنین خدمات برنامه هستش که زمانی که وصل باشه خب شارژ بیشتری مصرف میکنه و شما صرفا برای مکالمه میتونید به ساعت متصل باشید. خیلی خوشحالم که تا اینجای کار ما را همیاری کردین. امیدوارم از ساعتتون لذت ببرین و چنانچه سوالی داشتین تو کامنت ها از من بپرسین. حتما در سریع ترین زمان به شما پاسخ میدم. روز خوش، خدا نگهدار.